تو هم دوست داری بدون نیاز به سیتی و فقط با کارت طلای ویچ واردن رو دریافت کنی؟ اگه تو هم دوست داری این ویدیو رو تا آخر نگاه کن، چون باگی که من خودم استفاده کردم و تونستم ویچ واردن رو بگیرم به شما یاد دادم. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من رضا آلتاب هستم و به یه ویدیو دیگه خیلی خوش اومدید. بچه‌ها تو این ویدیو قراره باگ ویچ واردن رو بهتون بدم که کریتش دیروز اومده بود. من دیروز گرفتم باگر رو اجرا کردم و قراره امروز ویدیو رو واسهتون بدم که این باگ رو بگیرید خیلی ایزی و راحت داخل کریت ویچ واردن بزنید. بچه‌ها این باگ فقط مخصوص کریت ویچ واردن هستش، مخصوص همین سیزن هستش و بگیرید لذت ببرید. خلاصه واسه کریت ویچ واردن الکی سی پی ندید بچه. با 10 تا کارت طلایی یا حتی اگه درست و دقیق این کار رو انجام بدید با یه دونه کارت طلایی هم میتونید حتی بگیرید. تضمین بهتون میدم که این باگ مخصوص این سیزن هستش و واقعا هم کار میکنه بچه. ویچ واردن رو اصلا از دست ندید، خیلی خوشگله و اگه این دفعه بره فکر نکنم تا 1-2 سال دیگه دوباره برگرده، چون که اگه یادتون باشه 9 ماه پیش اومده بود بچه و دیگه آره خلاصه تا 1-2 سال دیگه شاید هم حتی بیشتر. من باگ رو به شما داخل انتهای ویدیو قشنگ توضیح میدم. نکات خیلی مهمی رو قراره تو این ویدیو بهتون بگم. اصلا ویدیو رو عقب جلو نکنید و تا آخر این ویدیو رو نگاه کنید. اما قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب، همین الان این ویدیو رو لایک کنید برای حمایت من و حتما چنل رو سابسکرایب کنید برای ویدیوهای بعدی که قراره بذارم داخل چنل. خیلی خفن‌تر از اینم هستش. و بچه خب دیگه چیزی واسه گفتن نمونه، دیگه بریم سراغ اصل مطلبی که داخل استوری هم گفتم واسهتون، پستش هم داخل اینستاگرام گذاشتم. آقا دیروز کریت ویچ واردن اومده بود و من اون رو با این باگ خفن گرفتمش، فقط با 21 کارت طلایی بچه. چرا حالا 21 بچه؟ من ساعت 5 صبح بیدار شده بودم فکر کنم، نمیدونم بیدار شدم و رفتم کریت رو زدم با این باگ خفن. حالا باگش چیه بچه؟ باگش اینجوری که مثلا شما هر وقت که سرور خلوت شد شما همون موقع بگیرید انجام بدید این باگ رو. ساعت‌های 4 الی تا 6 بین این ساعت خیلی سرور کالا خیلی خلوت میشه، یعنی شما هر گردونه یا هر کریتی که اومد بزنید احتمال 40% به بالا به شما اون چیزی که میخواین میده و یه باگ هم خودتون باید انجام بدید بچه. حالا باگ چیه؟ باگ به 3 بخش بستگی داره. اولین بخش اینه که سیم کارت گوشیتون چیه. حالا میخندید میگید این اصلا ربطی نداره. چرا؟ خیلی ربط داره. APN گوشیتون هم باید مخصوص هم سیم کارت اگه همراه اولید داخل بخش کامنت ها بهم بگید که من واسهتون APN رو واسهتون بفرستم، یا اگه ایرانسلیدم بگید. و این از این APN خیلی مهمه. دوم این هستش که وقتی شما ساعت مثلا میگم ساعت 6 میخواید برید کریت رو بزنید که خیلی سرور خلوته، باید این کار رو انجام بدید. برید داخل کریت یا همون گردونه‌ای که میخواید. من الان دارم واسه ویچ واردن رو میگم چون که ویچ واردن همین کارهایی که من میگم رو انجام دادم. و یه بخش دیگه هم هستش که اینو تضمین شده بهتون میدم که حتما ویچ واردن رو شما دریافت میکنید. هاست هستش 100 تا از لیست بهترین هاست ها مخصوص سفید کردن اکانتتونه. شما اگه این هاست رو میخواید یه شرط داره که شما چنل یوتیوب اونو به 150 سابسکرایبر برسونید. من این 100 تا لیست خفن برای سفید کردن اکانتتون هاست ها رو داخل استوری اینستاگرام میذارم و اگه تونستید از اون بخش لینک مستقیم چند تلگرام اونو میذارم که میتونید برید دانلود و نصبش کنید و اگرم بلد نبودید به خودم بیاید بگید، من واسهتون یاد میدم. و آره حتما چنل رو سابسکرایب کنید که من یکی از خفن ترین 100 تا لیست هاست ها رو مخصوص سفید کردن اکانتتون توجه داشته باشید. فقط برای سفید کردن اکانتتونه بچه. و 13 روزم هستش این ویچ واردن کریتش. هر زودتر به 150 سابسکرایبر برسیم زودتر شما اینو دریافت میکنید.
پس حتما همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید که هر چه سریعتر به 150 سابسکرایبر برسیم. من اینو استوری کنم داخل اینستاگرام و شما این لیست 100 تا از خفن‌ترین برای سفید کردن اکانتتون داخل هاست بذارید. و اگرم نمیدونید هاست چیه، نمیدونید چجوری باید این هاست ها رو بگیرید بذارید داخل هاست که برید اکانتتون سفید بشه، اینم از من بپرسید، من براتون اوکی میکنم یا حتی ویدیوش رو دقیق واسهتون میذارم. بچه دقیقه، آره خلاصه. و دیگه چیز واسه گفتن نمیونه بچه، باگ کلا این بود. حتما چنل رو سابسکرایب کنید، به 150 سابسکرایبر ما رو برسونید که من لیست رو واسهتون بذارم داخل اینستاگرام که برید خیلی راحت بگید. اگرم مثلا میگید حالا جا موندم و اینا، داخل تلگرام هم میذارم که اون برای همیشه دیگه بمونه و برید کریتیو ویچواردن رو دریافت کنید. حتما دریافت کنید بچه، اگه این دفعه برید تا یکی 2 سال دیگه نمیادش. خلاصه بگم بهتون اصلا کریتیو ویچواردن رو از دست ندید، خیلی خفنه، من خودم گرفتم و آره دیگه چیزی واسه گفتن دیگه نمیمونه. خلاصه طور بهتون میگم، یک سرور خلوت شد مخصوص APN و همراه اول اینا، این بود از این که اگر هم ندید جلو عقب کردید برید حتما ببینید، این ویدیو خیلی نکات طلایی داشت. دو هاست هم برای دریافتش ما رو به چند 150 سابسکرایبر برسونید داخل یوتیوب که من این هاست خفن رو به شما بدم داخل اینستاگرام. و دیگه همین دوتا بود، هاست خیلی مهمتره، حالا اونم بگیرید امتحان کنید بهتون داد که چه بهتر. و آره خلاصه تا ویدیوی بعدی بچه‌ها زیادی نمیخوام حرف بزنم، خیلی این دفعه حرف زدم داخل ویدیو و اینجا یه سولو بسکات خفن کردم، اینم ببینید دیگه. تا ویدیوی بعدی خدافظ و بوس کله تک تکتون. Holographic decoys released. بیا. یا الله ماش.